کنسرو چقدر ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو 64 میلیارد تومان. 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته. فرنگستان زبان ادبیات فارسی. این میخواد مثلا پیتزا بگه 6 لقمه نمیدونم. بله آقای حداد، این فرنگستان از سال 1369 که تأسیس شده تا به امروز 158 کلمه رو تغییر داده. یعنی براش هر معادل کلمه سازی. چقدر برای ما تمام شده؟ هر کلمه 64 میلیارد تومان برای ما تموم شده. در 8 سال اخیر همین فرنگستان زبان ادبیات فارسی مال آقای حداد عادله. خب بله 16.6 میلیون دلار بودجه گرفت به قیمت روز 2100 میلیارد تومان. خب یا بنیاد سعدی بازم زیر نظر ایشونه. جدی مال ایشونه؟ بله. خب ایشون هم مثلا 15.6 میلیون دلار از زمان تأسیسش بودجه گرفته. این برای چی؟ این برای تقویت زبان و ادبیات فارسی در خارج کشور. عجب. کنسرو چقدر برای ما هزینه داشته؟ کلمه کنسرو 64 میلیارد تومان. 64 میلیارد تومان کلمه کنسرو برای ما آقای حداد هزینه داشته. یا آپارتمان بشه کاشانه. کاشانش خراب شود آنکه این کشور رو داره خراب خب می‌کنه.